نوبتی هم باشه نوبت میرسه به ضد آفتاب سنتلا که این روزا محبوب دل همه شده و قراره ببینیم که واقعا شایستگی این همه عزیز بودن رو داره یا نه. تو شورت ویدیویی که براتون آپلود کردم دیدیم که یه لیبل به شدت لجباز و یه دنده‌ای داشت و ببینیم که خودش هم همینطور هست یا نه. سلام به همه، امیدوارم حالتون عالی باشه. خوش اومدین به بیوتی ساینس. من نیلوفرم و از اونجایی که خیلی ازم بررسی ضد آفتابای کره‌ای رو خواستید با ضد آفتاب سنتلا شروع کردم. بعد از اینم قراره برم سراغ ضد آفتابای بیوتی آف جوسان و توکوبو، حتی راند لب. بعدش یه مقایسه کلی میذارم و میگم که چه فرقایی با هم دیگه دارن. ولی خب شاید یکم زمان ببره، ولی حتما این کار رو انجام میدم، پس منتظر باشید. ضد آفتاب سنتلا تولیدی شرکت اسکین 1004 که توی کره جنوبی قرار داره. سال 2012 تأسیس شده و بیشتر تمرکزش اینه که توی محصولاتش از مواد اولیه طبیعی مخصوصا سنتلا آسیاتیکا استفاده بکنه. این شرکت ادعا داره که از سنتلا آسیاتیکای خالص برداشت شده از ماداگاسکار استفاده میکنه که کیفیت بالاتری نسبت به بقیه منابع این گیاه داره. محصولاتش فاقد الکل و پارابن و اسانس‌های مصنوعی و رنگه. راجع به مشخصات این محصول بخوام بگم، اول از همه جالبه بدونید که برند این محصول اصلا سنتلا نیست. برندش اسکین 1004 و چون ترکیب اصلی این ضد آفتاب عصاره گیاهی سنتلا آسیاتیکاست و این برند خیلی روی این عصاره تمرکز داره، اینجوری اسمش رو اینجا بزرگ نوشته و همه این ضد آفتابو به اسم سنتلا میشناسن دیگه. حالا سنتلا چیه؟ سنتلا توی طب سنتی کره و هند و چین خیلی استفاده میشه. خواصی که داره اینه که ترمیم کننده و ضد قرمزی و ضد التهابه و ترمیم کننده سد دفاعی پوست هم هستش. و همین سنتلا چند نوع ضد آفتاب دیگه هم داره که معروف ترینش همینه که مدل هیالوسیکا واترفیت هستش. بریم سراغ مشخصات ظاهری محصول توی یه بطری پلاستیکی مات قرار داره که به نظرم کیفیتش خوبه. رنگ بطری سفیده و یه محصول سفید شیری طور داخلش قرار داره. پمپش فشاریه و یه درپوش پلاستیکی هم روش قرار داره. روی محصولم همونطور که میبینید خلوته و اطلاعات فشرده روش نوشته نشده. این بر برچسب چسبیده، پشتش هم چاپه و پشتش هرچی هم نوشته کره‌ای که براتون ترجمهش میکنم. حجم محصولم 50 میله که راستش من ابعاد بسته بندیشو دوست نداشتم. اون کوچیکی و ظرافت و اینکه بنداز تو جیبت هر جا میخوای ببر رو نداره و جا داشت خیلی کوچیک‌تر از این باشه. راجع به بافت محصول بخوام بگم، توی اون شورت ویدیو که من آنباکسش کردم یه بافت رقیق ازش اومد بیرون که فکر کردم فلویدیه، ولی یه چیزی بین فلویدی و کرمیه. نمیشه گفت کاملا کرمیه، نه مثل محصولات فلویدی بافت آبکی داره. میشه گفت بافتش فلویدی سرمیه که آبکی تر از کرمه اما غلیظ‌تر از محصولات فلویدیه. بافتش جالب بود، دوستش داشتم. حالا تو تجربه شخصی بیشتر راجبش حرف میزنم. اطلاعات روی محصول رو بخوام براتون بررسی بکنم، اینجا نوشته ماداگاسکار که همونطور که گفتم اشاره به این داره که عصاره گیاه سنتلا آسیاتیکا رو مستقیما از ماداگاسکار استخراج کرده. زیرش هم نوشته سنتلا که همه این ضد آفتابا رو با این اسم میشناسن. اسم علمی کاملش سنتلا آسیاتیکاست. یه نوع گیاه دارویی که خواصش رو بهتون گفتم. اینجا نوشته آبی رنگ مدل این محصول رو نوشته هیالوسیکا واترفیت. هیالو که همون مخفف هیالورونیک اسیدی که مرطوب کننده قوی هستش. سیکا هم همون مخفف سنتلا آسیاتیکاست که از اول ویدیو دارم راجبش حرف میزنم. واترفیت هم منظورش اینه که محصول بافتی داره که با آب هماهنگه، یعنی راحت روی پوست پخش میشه، جذب میشه و حس چربی و سنگینی و چسبندگی نمیذاره. و سانسروم هم همین ضد آفتابه که این محصول از اونجایی که گفتم نه کرمی نه فلویدی کامل رفته تو دسته سرومی ها. SPFش رو نوشته که 50 پلاس، یعنی حتی قوی تر از SPF 50 که محافظت بالایی محسوب میشه و علامت PA4 تا پلاس جلوش هم نشون میده که محافظت محصول از اشعه UVA توی بالاترین حد خودش قرار داره.
همه اینا رو کامل مفصل اینکه چی هستن، چطوری تشخیص بدیم که چه ضد آفتابی برامون مناسبه، به چه معنی هن، SPF یعنی چی، SPF 50 یعنی چی و اینا رو کامل توی ویدیوی بررسی بهترین ضد آفتاب کدوم توضیح دادم که علمتون رو راجع به ضد آفتاب خیلی میبره بالا و میتونید آگاهانه ضد آفتاب مناسب پوستتون رو انتخاب بکنید. دوباره عبارت‌های تکراری ساخته شده با سنتلای خالص ماداگاسکار و یه چیز جالب بهتون بگم، اینجا پیور سنتلا نوشته که این یعنی سنتلای خالص بدون ناخالصی شیمیایی، که خب وقتی انقدر روش وقت گذاشته به نظرم حق داره هی تکرارش بکنه و روش مانور بده. حجمش هم که بهتون گفتم 50 میله و محصول تولید برند اسکین 1004. بریم حالا سراغ اطلاعات پشت محصول. اینجا همین اسکین 1004 رو نوشته، زیرش هم نوشته ماداگاسکار سنتلا. کلا اطلاعات این پشت تکراریه. تا اینجا که نوشته محصول 3 تا عملکرد تخصصی داره: محافظت در برابر اشعه UV، روشن کننده پوست و بهبود چین و چروک. تست آلرژی هم انجام شده که خیالتون رو راحت میکنه. اینجا هم نوشته که مسئول فروش و تولید این محصول فقط و فقط به عهده شرکت اسکین 1004 و کره آکولمار هستش. محصول ساخت کره جنوبیه و وبسایت رسمی شرکت رو نوشته. PAO محصول هم 12 ماهه. دیدیم که اطلاعات روی محصول خیلی مختصر و مفیده. برای توضیحات مفصل‌تر مجبوریم بریم سراغ جعبه محصول. روی جعبه هم عین خود محصول اطلاعات تکراریه، فقط اطلاعات این پشت به دردمون میخوره. این بالایی هم همون اطلاعات تکراری هن که اونا رو دیگه دوباره نمیخونم. اینجا نوشته که این ضد آفتاب بدون عطر خیلی سبک و مرطوب کننده است و به سرعت جذب پوست میشه بدون اینکه حس چربی ایجاد کنه و در نهایت ظاهری شاداب و کمی درخشان به پوست میده. بخش بعدی مواد تشکیل دهنده است که واقعا مفصل و زیاده که در ادامه راجبش حرف میزنیم. نحوه مصرفش رو نوشته. توی آخرین مرحله از روتین مراقبت پوستی مقدار مناسبی از محصول رو به طور یک نواخت روی نواحی که در معرض نور خورشید قرار دارن مثل صورت، گردن، بازوها، پاها بزنید. موارد احتیاط رو نوشته که فقط برای استعمال خارجی، در صورت بروز حساسیت مصرفش رو قطع بکنید. دور از دسترس کودکان نگه دارید. از تماس با چشم‌ها خودداری کنید. محصول تولید شرکت کولمارکور است. حالا یه سوال، من گفتم که توسط شرکت اسکین 1004 تولید شده، اینجا نوشته شرکت کولمارکوره. قضیه چیه؟ بچه‌ها اسکین 1004 اومده فرمولاسیون، بسته‌بندی، بازاریابی و فروش و همه چی رو براش پلن چیده و داده شرکت کولمارکوره تولیدش کرده. یعنی 0 تا 100 کاراشو اسکین 1004 انجام داده، فقط تولیدش رو کولمارکوره انجام داده. این پایینم همین اطلاعات رو کره‌ای نوشته و همین. حالا بریم سراغ مواد تشکیل دهنده محصول که من اینا رو براتون دسته بندی کردم برای اینکه خسته نشید. اونایی که خواصشون یکسانه رو با هم دیگه آوردم. دی اتیل آمینو هیدروکسی بنزوئیل هکسیل بنزوآل، اتیل هکسیل تریازون، متیل 20 بنزوتریازول تترامتیل بوتیل فنول و دی اتیل هکسیل بوتامیدو تریازون فیلترهای UVA و UVB هستن. گلیسرین، پروپانادیول، بوتیلنگلیکول، هگزانادیول 1 و 2، پنتیلنگلیکول، سدیم هیالورونات، هیالورونیک اسید هیدرولیز شده و هیالورونیک اسید به عنوان ترکیبات مرطوب کننده و آبرسان هستند. و علاوه بر این هگزانادیول 1 و 2 و پنتیلنگلیکول نگهدارنده هم هستند و اینکه از هیالورونیک اسید هیدرولیز شده و هیالورونیک اسید معمولی خیلی استفاده نشده. 1 ppm و 1/100 ppm و خیلی روش حساب نکنید. عصاره سنتلا آسیاتیکا و آدنوزین ترکیبات آرامش بخش و ترمیم کننده هستند. بعد دیدید چقدر روی عصاره سنتلا آسیاتیکایی که استفاده کرده و مانور داده. جالبه بدونید که 9800 ppm ازش استفاده کرده که مقدار بالایی محسوب میشه و ادعاش رو تایید میکنه. عصاره پوست توس سفید ژاپنی آنتی اکسیدان و آرامش بخش، عصاره بخش جینکو ضد التهاب و ضد پیری، عصاره چای سبز
آنتی اکسیدان قوی و ضد جوش، عصاره جوانه گندم، روشن کننده است، عصاره یونجه، احیا کننده پوست، عصاره جوانه کلم بروکلی، سرشار از ویتامین C و ضد التهابه و اینا هم عصاره‌های طبیعی بودن که توش به کار رفته. پلی متیل سیلسز کوی اکسان، پلی پولیسریل تریمتیل گلوکوز دی استعارات، پلی آکریلات کراس پلیمر، دهنیل الکل، ترامتامین، کربومر، آکریلات ها، زانتانگام و دسیل گلوکوزید به عنوان امولسیفایر و تثبیت کننده هستند. اتیل هکسیل گلیسرین، توکوفریل، اینوزیتول و تیبوتیل الکل هم به عنوان نگهدارنده و ضد باکتری هستند و از بین این ترکیبات هیچ کدوم مضر نیستن. چون ترکیباتش زیاد بود گفتم من سعی کردم خلاصه شده براتون دسته‌بندی کنم که حوصلتون سر نره. قیمت این محصولم تقریبا از 900 تومن هست تا 1300 و مهمترین نکته راجع به این محصول اینه که مطمئنم میدونید که از این محصول فیک میزنن از اصلش اصل‌تر، ولی یه سری تفاوت‌های جزئی داره که بهتون میگن که راحت‌تر بتونید تشخیص بدید. بچه‌ها محصول توی نسخه فیک یه حالت شیری رنگ داره در حالی که توی نسخه اورجینال سفید رنگه. اینجا رو میبینید دوتا برجستگی هست. توی نسخه فیک این برجستگی یه دونه است و وسط محصوله. در به نسخه فیک و وقتی میپیچونی باز میشه، در حالی که توی نسخه اورجینال هر کاری کنید باز نمیشه. فونت نوشته ها توی نسخه اورجینال پررنگتر و بولدتره، تو نسخه فیک کم رنگتره و مهمتر از همه جعبه محصول توی نسخه فیک خیلی پررنگه، آبیش خیلی آبیه، توی نسخه اورجینال کم رنگتره. توی آنباکسش یادتونه گفتم یه جور به نظر مثل انگار توش خالی و خوب پرش نکردن، همین یه راه تشخیصشه. توی نسخه فیک محصول پوپل و برجسته است، انگار توشو خیلی پر کردن. و اینجا یه جعبه تاریخ تولید و انقضا چاپ شده که توی نسخه اورجینال اینجوری که میبینید پررنگ و تو هم چاپ شده، توی نسخه فیک کم رنگتر و تمیزتر چاپ شده و با این نشونه مطمئنم دیگه هیچ وقت محصول فیک رو جای نسخه اورجینال نمیخرید. حالا بریم سراغ تجربه شخصیم از مصرف محصول. اول از همه راجع به بافتش بگم که خیلی برام جالب بود، دوست داشتنی بود. یه حالت مهربونی داره که دوستش دارم. محصول خیلی سبکه، فوری جذب میشه، پیل نمیشه، رد سفیدی هم آنچنان نداره. هرچند رو صورت بعضی از افراد ممکنه یه کوچولو رد سفیدی داشته باشه، ولی من هر چقدر دقت کردم رو صورت من هیچی نداشتش. در کل بخوام بگم بچه خیلی دوستش داشتم. کلا بافت محصول و بسته بندیش خیلی برام جذاب بود و باعث شد به چشم یه بچه خوب بهش نگاه کنم. قیمتش هم خب با اینکه پایین نیست ولی خیلی هم بالا نیست، مخصوصا با کیفیتی که داره. من قبلا براتون بررسی ضد آفتابای ایزدین و چند تا ضد آفتاب دیگه هم قرار دادم که اگه قصد خرید ضد آفتاب دارید و نمیدونید چی بخرید میتونید اونا رو هم ببینید تا متوجه شید کدومش به ملاکاتون نزدیکتر و راحت‌تر تصمیم گیری کنید.